نتیجه این شد شعار نوشتن چند تا دانش آموز در یه مدرسه رسید به جنگ مسلحانه کف خیابونا. با RPG دفتر دادستانی سوریه رو میزدن. از کجا شروع شد؟ یک شهر 80,000 نفری به نام درعا چند تا دانش آموز روی دیوار مدرسه شعار نوشتن. این دانش آموزا بازداشت شدن. به محض اینکه بازداشت شدن تمام شبکه‌های عربی اومدن پشت این ماجرا. في مدينة اسمها درعا فيها أطفال عمرهم 10 و 11 سنة تم إلقاء القبض عليهم. حضرتك أين حقوق الإنسان؟ وين العالم؟ شوف النظام. شکنجه شدن، نخونهاشون رو کشیدن، یا خبرایی بودی که منتشر میشد. آقای عزمی بشاره کتاب نوشت به نام درب العالم که اصلا خبر دروغ بود. ولی وقتی شما یه چیزی رو شروع میکنی دیگه نمیتونی به راحتی کنترلش کنی. بعد این پازله به کجا رسید؟ سرویس‌های اطلاعاتی وارد سوریه شدن، چند تا تک تیرانداز یک سری از افراد خاص ارتش سوریه رو کشتن. ارتش سوریه این وسط بازی خورده بود، از نظر اطلاعاتی قوی نبود، کلی سلاح از ماه‌ها قبلش وارد سوریه شده بود، نمیدونست. از مرز درعا عده‌ای و رژیم صهیونیستی وارد کرده بودن، سرویس‌های اطلاعاتی سوریه خبر نداشتن. از اون طرف هم سوریه رسانه قوی نداشت، اعتمادی به این رسانه خیلی نبود. نتیجه این شد شعار نوشتن چند تا دانش آموز در یه مدرسه رسید به جنگ مسلحانه کف خیابونا. یک کشوری به یه جایی برسه که قریب به 25 کشور اونجا نقش ایفا کنن، اونا نقش نظام. یعنی اینکه میگن آقا سوریه تجزیه میشود، یعنی تجزیه شده، از 2011 تجزیه شده. تجزیه مگه چه شکلیه؟ ادلبش از زمان 2011 که شروع شد بحران دست ترکیه بود، با مدیریت ترکیه اداره میشد. شمال و شمال شرقش توسط نیروهای آمریکایی مدیریت میشدن. الان هم که میبینید 500 کیلومترشو ارتش رژیم صهیونیستی گرفته. مگه تجزیه چه شکلیه؟ از 2011 تا الان دیگه کشوری وجود نداره. تو ایران خودمون اتفاق افتاده. اصلا یه شلوغی، یه ماجرایی میشه، یه دفعه یه 4-5 تا اسم میارن، آقا اینا کشته شدن. من حالا نمیخوام اسم ببرم از طرف. یارو کانادا بود، اومد اطلاعیه فوت خودش رو تو خیابون تهران دید. طرف دختر فراری بود، رفته بود از خونه‌شون بیرون، یهو با گل و اینا اومدن پیش مادرش که دخترتون تو اعتراضات کشته شده و فلان و اینا. براش 4 تا مجلس تحریم گرفتن. دختر 4 بعد اومد خونه. تا تو بیای بگی آقا من نبودم، اصلا اینجوری نبوده، ماجرا تمام شده.